احتمالاً اولین چیزی که بعد از شنیدن اسم نینجاها به یادتون میاد یه عده مبارز سیاه پوش با حرکات پارکوری خفنن، در حالی که معروف ترین نینجاهای دنیا 4 تا لاک پشتن که با هم برادرن: لئوناردو، رافائلو، داناتلو و مایکلانجلو. و توی ویدیوی سلاح‌های مرگبار امروز میخوایم سلاح‌های هر کدومشون رو توی دنیای واقعی تست کنیم تا ببینیم کار کردن با هر کدومشون چطور میتونه باشه. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید، اما قبلش حتما همین الان ویدیو رو لایک کنید و اگه تا الان چنلمون رو سابسکرایب نکردید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو بذارید روی آل تا هر موقع ویدیو جدید میذارم یوتیوب بهتون خبر بده تا اولین نفری باشید که میایید و ویدیو جدیدمون رو میبینید. سلام فرسامی، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. لاک پشتا معمولا حیوانای کند و آهسته و خسته‌ای شناخته میشن، چه خب همینطورم هست، و تبدیل شدنشون به نینجاهای تروفرز یه تناقض عجیبی توش داره که واقعا یکی از خفن ترین خاطرات بچگی ما رو ساخته و یکی از انیمیشن‌های مورد علاقه من تو بچگی همین 4 تا سبز بانمک بود که خیلی دوستشون داشتم. ولی امروز قراره که سلاحاشون رو در کنار هم توی دنیای واقعی تست بکنیم و یکی از خفن ترین سلاح‌های این گروه مربوط میشه به کاپیتان گروه لئوناردو که شمشیر نینجاتوه که کار دست بچه‌های نانچیکوشاپه. نانچیکوشاپو احتمالاً خیلیاتون میشناسید چون اسپانسر اصلی برنامه‌های سلاح‌های مرگبار ماه و این سلاح‌ها رو خودشون میسازن و خیلی راحت میتونید بهشون سفارش بدید. اما از سلاح لئوناردو که بگذریم میرسیم به سلاح مایکلانجلو که دوتا نانچیکوه که حالا من دو نوع مختلف از نانچیکو رو گرفتم، یکیش چوبیه و یکیش جنسش تقریبا شبیه جنس پلاستیک فشرده یا باتوم پلیسا رو دیدید بچه‌ها؟ نمیدونم اسم دقیقش چیه ولی خیلی سنگین‌تر و استی قرصدارتر به نظر میرسه نسبت به چوب و کار کردن باهاش خیلی سخته و توی خونه فعلا کاری باهاش نداریم. میریم بیرون همه رو سر فرصت تست میکنیم. و سلاح رافائل که سلاح مورد علاقه منم هست، خنجر سای اسمشه بچه، خنجر سای که من امروز رفتم و تیزترشون کردم به انتخاب خودم این دوتا لبشونو، چون قراره کارهای خشنی امروز باشون انجام بدیم و بهتون بگم که اصلا این کارا رو تو خونه تست نکنید. اونایی که منو میشناسن میدونن دیگه من یه آدم حرفه‌ای ام، من مرد این کارم. آره خیلی اصلا هم تو ویدیوها 800 تا بخیه نخوردم. این سای بچه، خنجر سای انواع مختلفی داره، خیلی هاشون بدنشون گرده، یعنی اینجوری نیست که اینجاهاش تیز باشه. آره اینا تخت و اینجوریه ولی یه سریاشون گرده، فقط سرش. آره انواع مختلفی داره که شما هر کدومو دوست داشته باشید میتونید بهشون سفارش بدید، خیلی خفنن. و در آخر سلاح داناتلو، یعنی چوب. آره چوب دستی، چماق. مگه میخوایم بریم کوه؟ چه ربطی به کوه داره؟ خب سلاح داناتلو اینو دست کم نگیره. اگر مثل من به هنرهای رزمی مسلط باشی میتونی همه اینا رو کتک بزنی، با همه جام پیدا میشه، از رو زمین، بیابون، کوه، دشت، سر، اینا همه لوس بازیه. چوب این از همشون خفن‌تره. در ادامه ویدیو بهتون ثابت میکنم. اول این کدوی خوشگل مشکل رو اینجا ثابت میکنیم و میریم برای سلاح مایکلانجلو که این نانچیکو است که خیلی خطرناکه. همش میترسم در بره بخوره تو ملاجم، ولی با رعایت نکات ایمنی 3 2 1 حاجی نگاه کن، جای ضربه اینجا مونده و احساس میکنم خیلی درد داشته بیچاره. البته کدومون دیگه حرفی برای گفتن نداره، ولی چون هنوز سر پایه میخوام این یکی نانچیکو رو روش تست کنم. پس آماده؟ 3 2 1 این دفعه دیگه پوکید، ولی اون یکی نانچیکومون احساس میکنم که خسارت بیشتری به کدو زد، چون این یکی فقط بدنشو کبود کرد ولی اون یکی قشنگ ترک داده بود و شاید هم به خاطر اینه که جنسش از یه پلاستیک نرم ساخته شده، یعنی وقتی که بهش نگاه میکنی میبینی که میتونه خم بشه. احساس میکنم این یکی خیلی خشن‌تره، با اینکه این سنگین‌تر و سفت‌تر به نظر میرسه ولی چوب خیلی سفت‌تر. و با توجه به همین نکته زمانش رسیده که نانچیکوی چوبیمونو توی سطح سفت‌تر تست کنیم و اون چیزی نیست جز اینا چیه؟ اینا یه عده سرامیکه که میخوام بچینمشون روی هم، مثل تو فیلم‌ها دیدی میگه قودا تخ 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 تخ. میخوام ببینم که چند تا از اینا رو میتونه پشت سر هم بشکنه. من چون اصلا نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته سعی میکنم تا حد ممکن نکات ایمنی رو رعایت کنم که به چخ نریم. پس 3 2 من نبودم
تقریبا 3 تاشو تونست بشکنه و به نظرم خوبه. حالا که این سرامیکا رو تا اینجا زابرا کردیم میگم بیا با اینم تستش کنیم. برو بریم. آره 3 2 این چقدر قوی تر نمیدونم چند تا گذاشته بودم ولی فقط یه دونش سالم مونده. اونایی که برنامه سلاح‌های مرگبارمون رو دیدن میدونن برای حرکت آخر سلاحامون باید سلاحامون رو روی بافت زنده تست کنیم. آی خیلی خوب باشه رو تو تست می‌کنم. یه بافت زنده مثل این یه استخون دنده است. آره دنده 4 دنده 5 دنده عقب. یه سطح لازم داریم که اینجوری و بعد استخونامون میچینیم روش. آماده؟ برو بریم. 3 2 1 چی شد؟ یکیش شکسته ولی این کاملا سالمه و اینم هنوز سالمه. پس هنوز میتونیم با نانچیکوی چوبیمون تستش کنیم. 3 2 1 چی شد؟ یه دونه شکست. یکیش همین. نتیجه میگیریم که اینا میتونن چند تا از دنده هاتون رو بشکنن ولی دنده عقبتون سالم میمونه. بعد از دیدن توان تخریب مایکل با نانچیکوش میرسیم به لئوناردو که یه شمشیر نینجایی داره. البته یه دونه نداره 2 تا داره ولی خب ما امروز یه دونه‌شو اینجا آوردیم و شاید پیش خودتون فکر کنید که اینجا خیلی شبیه شمشیر ساموراییه که قبلا تست کردیم ولی سخت در اشتباهی. به خاطر اینکه شمشیر سامورایی کاملا با شمشیر نینجاها فرق داره. اولین فرقشون توی انحنا داشتن شمشیر ساموراییاست که توی شمشیر نینجاها می‌بینیم کاملا یه تیغه صاف و یک دست داره ولی اینجا تیغه انحنا داره. دومین فرق توی طولشونه که عمدتاً شمشیرهای سامورایی‌ها 20 سانت از شمشیر نینجاها بلندتره. چرا؟ به خاطر اینکه سامورایی‌ها بیشتر جنگجو بودن و توی جنگ‌ها شرکت می‌کردن ولی نینجاها در واقع تروریست بودن و برای ترور توی کمترین زمان آموزش داده شده بودن و نیاز داشتن به یه شمشیر کاملا سبک. و وقتی شمشیر نینجا رو دستتون میگیرید کاملا این موضوع رو درک می‌کنید که شمشیرشون خیلی سبک و با قابلیت مانورپذیری زیاد. حالا بیایید ببینیم نینجاهایی که برای کشتن استخدام می‌شدن میتونستن مثل سامورایی ها حریفشون رو به 2 نیم تقسیم بکنن یا نه. پس اول با یه بطری 3 2 1 حالا 3 تا 3 2 چی شد؟ خونه قربانیام ریخته رو صورت. نمیدونم چند تاش سالمه. فکر کنم یکیشون سالمه یکیش کاملا سالمه. انگار که اصلا تیغه بهش برخورد نداشته. برخورد داشته. فکر کنم اینجا جای تیغمونه. درسته؟ آره ولی نتونسته ببره. یا من ضعیفم یا شمشیر سامورایی خیلی کشنده است. با اینکه صحنه خیلی دراماتیکی از خودش به جا گذاشته ولی 2 تاشون همچنان زنده. میلاد این 2 تا رو من بزنم. تو بزن. برای اولین بار میخوام بدم ماهان. آماده؟ برو بریم. خب دوربین آماده است ولی چون خودم میترسم شما رو با این صحنه تنها میذارم. برو بریم. 2 1 چرا گردنش خم شد؟ در واقع درست گرفتن شمشیر خیلی مهمه که توی هنرهای رزمی این شکلی بهش میگن تامیشگیری که سالها زمان میبره. مثل من دیدی؟ آره من انجام میدم خیلی راحته ولی تو مو میبینی من موام ریخته. و حالا زمان بخش بدبوی ماجراست، یعنی تست بافت زنده در مقابل تیغه قاتلای حرفه‌ای ژاپنیمون تا ببینیم در زمانی که این تیغه می‌خواسته قربانیای خودش رو هدف قرار بده چه بلایی سرشون می‌آورده. آماده؟ برو بریم. 3 2 خیلی وقت بود یه همچین حسی رو تجربه نکرده بودم. خیلی خفن. منو یاد شمشیر سامورایی‌ها میندازه ولی یکم خشن‌تر. با توجه به این بخش و اتفاقی که افتاده من یه ذره دو به شک شدم روی سلاح مورد علاقم، چون تا الان عاشق سلاح سامورایی‌ها بودم ولی با توجه به اتفاقی که الان افتاده کم کم داره نظرم عوض میشه، به خاطر اینکه شمشیر نینجاها سبک‌تره، خوش‌دست‌تره و به طرز عجیب غریبی کشنده‌تره. به روز دوم خوش اومدید و امروز قراره که برای اولین سلاح دوناتلو رو مورد بررسی قرار بدیم که چوبه و اگر کار کردن باهاشو بلد باشید بسیار سلاح کاربردی و به درد بخوریه. چرا؟ به خاطر اینکه ساده ساخته میشه، خیلی ارزونه، همه جا هست و میتونی همه جا با خودت ببری و هیچکی شک نمیکنه که یه سلاحه. میتونی به عنوان عصا بگیری دستت اینجوری بری تو خیابون، همه فکر میکنن که یه پیرمرد ساده یه فرتوت اصفهانی هستی، بعد یهو همین چوبو میکنن تو جونه. و اگر بخوایم خوب بهش دقت بکنیم در واقع بیس سلاح نیزه نینجامونه که قبلا تستش کردیم و این بلند بودنش خودش یه مزیت حساب میشه، چون میتونید از دور حریفاتون رو کتک بزنید بدون اینکه به خودتون آسیبی برسه. اما از لحاظ زور چی؟ بریم ببینیم میتونه نانچیکو رو شکست بده یا نه. 3 2 به اقصا
تا نقاط کشور پرتش کرد خیلی خفن و بود. خیلی راحت تر از نانچیکو تونستم که همشونو بشکنم بدونه که به خودم حتی خراش وارد بشه یا حتی حس کنم چیزی دستمه. خیلی راحت تر بود. با این اوصاف دیگه ارزی نمیمونه. و حالا نوبت میرسه به خفن گروه، یعنی رافائل با خنجرای سایی که من از بچگی تو کفشم خیلی دوستش داشتم. یعنی رافائل رو میدیدم که اینجوری دیش میزنه همه همش تو کف اینا بودم. دوست داشتم یه دونه داشته باشم ببینم چه حسی داره و خیلی حس خوبی داره. البته اینکه 3 تا دندونه داره منو یه جورایی یاد پنجه لوگان میندازه که خیلی خوب نبود. ولی خب این یکم مدل مبارزش فرق میکنه. یعنی یه ذره دست گرفتنش الان برای من سخته چون 5 تا انگشت دارم ولی رافائل 3 تا انگشت داشت. اینو اینجوری باید بگیری دستت دیش بذاری بعد یهو اینو ور می‌داری فرو می‌کنی یا اینجوری یخ. بله خب اینجوری می‌کنی توی یه ذره و کسی که قرار الان اینا رو بهش فرو بکنیم اونه یه جورایی حکم شرده رو برای من داره. میدونی یکی از بچه پرروهای اینجا اونه. خیلی هم سفته. خیلی سفته. و برای اینکه بهتون نشون بدم مبارزه کردن با سای چه حسی داره قراره که از روی کلم همراه من باشید و یه دید اول شخص بهتون بدم. پس 3 2 1 خیلی حس خفنی داره و مثل پنیر میره تو. نگاه کن. با اینکه این بچه پر روی ویدیوهای ماست ولی هیچ مقاومتی نکرد. یعنی کمترین حسی رو نداشت که معمولا وقتی سلاح‌های مرگبار رو ضبط می‌کنیم ناهار ماهی داریم و با توجه به اینکه دیروزم ناهار ماهی داشتیم امروز هم ناهار ماهی. چون این اولین سلاح مرگباریه که 4 تا سلاحو داریم همزمان تست می‌کنیم و اول می‌خوام تست فرو کردن رو بگیرم. آماده ای؟ برو بریم. 3 2 1 نرفت توش. سوره ماهیمون سوره. آماده؟ 3 2 1 خیلی راحت. چقدر راحت. اینقدر تیز و خطرناکه و بچه‌ها سلاح سای خوبیش اینه که فقط یه طرفش تیز نیست. یعنی یک خنجر دولبه حساب میشه چون هم این طرفش تیزه هم این طرفش و موقع فرو کردن هم خیلی راحت تر عمل میکنه به خاطر این مزیتش. و حالا موقع برش چی؟ 3 2 1 با توجه به چیزی که من امروز تجربه کردم سلاح رافائل رو از همه‌شون بیشتر دوست دارم و به نظرم به همون خفنیه که همیشه از بچگی تصورشو می‌کردم. ولی من واسه لئوناردو رو دوست دارم. تو شمشیر رو دوست داری؟ بچه شما توی کامنت‌ها برامون بنویسید که اگر قرار بود جای یکی از لاک پشت نینجا باشید کدوم یکیشون رو انتخاب می‌کردید و قراره که یه دونه برف شادی رو برای حسن ختام به برف عزا تبدیل کنیم. این حرکت رو تو همه سلاح‌های مرگبار انجام میدیم و یه جوری به رخ کشیدن تیزی سلاحمون. آماده ای؟ برو بریم. 3 2 1 معذرت میخوام یه برداشت دوم. برو 3 2 1 وای واه سوراخش کرده. یه تشکر میکنم از بچهای نانچیکو شاپ که شمشیر نینجا تو رو برامون فرستادن. اگر شما هم دوست دارید سلاح مورد علاقتون ساخته بشه میتونید بهشون پیام بدید، به صورت اختصاصی براتون میسازن. و حتما چنل نینجاشو که لینکشو توی دیسکریپشن میذارم و برید بهشون سر بزنید و سابسکرایبشون بکنید چون آموزش ساخت کلی سلاح و کار با سلاح‌های مختلفو براتون گذاشتن. چقدر برف شادی ها صفر شدن خارج شد. میدونستی علاوه بر این سمت سای شما میتونید با این قسمتش هم به حریفتون ضربه بزنید و مطمئن باشید که دردش میگیره به خاطر اینکه خیلی تیزه. و سلاح آخر سلاح دوناتلو چوب همین چوب دستی چماق. آره چوب دستی چماق چوب. آره چوب دستی چماق. با اینکه از نتیجه راضی بودم ولی از نتیجه کاملا ناراضیم. اینا رو کی میخواد جمع کنه؟ خودت دیگه. من برای اجرای حرکت بعدی باید اینجا رو تمیز من جمع کنم. بله. من اینجا یه وسیله نقلیه دارم که خوراک همین لحظات. ببینید بچه‌ها میخوام یه چیزی رو بهتون بگم که خودم واقعا پشمام ریخته. درسته اینا همه بریده شد، 2 تاشون موند، ولی این یه جوری بریده شده که اصلا من در مخیلم نمیاد که حتما تو صحنه آهسته معلومه چه اتفاقی افتاده. ببین اینو بریده ولی آب اینجا مونده. چجوری ممکنه؟ نگاه آب زیر، ببین چقدر صاف و خفن بریده. این بطری آب زیر کاهه.